صدای سنگباد.ドキドキワクワクするけれどおっかなびっくりするけれど旅に出かけりゃシンドバッドいつかはそいつも思い出さ飛び出せ飛び出せシンドバッドもりもり勇気も湧いて出るどこか知らない世界で僕を呼ぶのは誰だ飛び出せ飛び出せシンドバッドもりもり勇気も湧いて出るどこか知らない世界で僕を呼ぶのは誰だرسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم مرد عجیب. کشتی در حرکت است. سندباد که به دیدن پدر و مادرش امیدوار شده به خواب خوشی فرو رفته است. موقعی که سندباد در خواب بود کشتی مسیرش را تغییر داد چون خدمه آن به آب و آذوقه احتیاج داشتند. عجله کنید بچه‌ها عجله کنید زود بجنبید بادبانا رو ببنده. به این زودی رسیدیم یالا سریعتر بجنبید. یک دو اینجا خونه یه حواسی مرغ هست. خودشه. حالا چی کار کنیم؟ باید ناخدا رو خبر کنم و بهش بگم. یک دو ناخدا چی شده سنباد؟ لطفا به اونا بگین برگردم. چی؟ تو هم میخوای بری ساحل؟ آره؟ نه ناخدا من نمیخوام برم اونجا. نگاه کنین خب اونجوری نگاه کنین. اون ساختمونه با اون سقف گنبدیشو میگی باید خونه بزرگی باشه. شاید بتونم از اونجا کمی آب و آذوقه تهیه کنم. اونجا آذوقه نیست، اونم خونه نیست، تخم سیمرغه. سریعتر داریم میرسیم. برگردین، لازم نیست برین ساحل، برگردین. رسیدیم. نه مثل اینکه دوباره تو دردسر افتادیم. باید جلوشونو بگیرم. برگرد، کجا داری بری؟ میام. سنباد برگرد. این خونه در نداری؟ خب پس چاره‌ای نیست، مجبوریم دیوارشو بشکنیم. خیلی خوب باشه. نه خیلی اینطوری نمیشه، دیوارش خیلی محکمه. بیا با این بشکنیمش. خیلی خوب اون طرفشو بگیر. یک سب کنید، پاره نکنید، دست نگه دارید. این دیگه چیه؟ تا همچی چیزی ندیده بودم. من که گفتم تخم سیمرغه. چی گفتی؟ تخم سیمرغ؟ سندباد جونم نگاه کن، سیمرغا دارن میان. نگاه کن دارن میان. دیدمشون. اونجا هستن. هر دوشو سیمرغ. اونم چه سیمرغایی؟ یالا تندتر پارو بزنین، عجله کنین.
آدمانا رو وا کنین، باید اینجا فرار کنیم. خدا به دادمون برسه، الان کشتیمون داغون میشه. سندباد جونم اگه زندگی بیدار شو. نور آفتاب اذیت میکنه. اوه خدا رو شکر سندباد زنده است. اینجا کجاست؟ ما کجا چیزی هستیم؟ نمونده بود بمیری. تو خودتو به دکت چسبونده بودی، بعدش هم تمام شب توی دریا شناور بودی. درسته، من زندم. هورا، من زندم، من زندم. باید بگم تو خوشبخت‌ترین پسر دنیایی. درست گفتی. خدا همیشه با منه، هیچ وقت منو تنها نمیذاره. بالاخره حالا میتونی کجا هستیم من یا چی نه؟ میدونم تو چی فکر میکنی؟ چی به احساس گرسنگی میکنم، بعد چیزی برای صبحونه پیدا بکنی. باشه من میرم دور جزیره دیپ بزنم ببینم چیزی پیدا میکنم. سعی کن دست پر برگردی. باشه حتما. چه آبی اینجاست، جونمی جون. صبح بخیر آقا. شما توی همچین جایی چی کار میکنی؟ جوان خیال داری از رودخونه رد شی؟ بله آقا، اگر از این رودخونه رد شم شاید بتونم خودمو به یه دهکده برسونم. با من چی کار داری؟ بیا کمک کن منو ببر اون طرف. چی؟ شما رو ببرم اون طرف؟ من زانوام درد میکنه، نمیتونم خوب را برم. ممکنه کمک کنی منو ببری اون طرف رودخونه؟ باشه آقا، هیچ اشکالی نداره. راست میگی، متشکرم. حالا روتو بکن اون طرف. ربی یا عجله کن. چشم. چقدر سنگینه. خب دیگه رسیدیم آقا، لطفا از پشتم بیاین پایین. چه سواری خوبی بود، یک کم دیگه برو. شما فقط گفتین از رودخونه ردتون کنم، منم ردتون کردم. حالا بیاین پایین. جوان تاکت باش دیگه حرف نزن. دستش کسرمون زدی. آخه من نمیتونم. ربی یا خفم کردی. چش خفم نکنی، یک کمی دیگه میبرمتون، پاهاتونو کمی شل بکنین. تو رو خدا. منو ببر بالای اون تپه. شما مطمئنین از روی اون تپه به دهکده‌ای میرسین؟ چشم، حالا میرم، ولی فقط تا دم اون تپه.
عجب جزیره وحشتناکی. پسر کجا رفت؟ امیدوارم گیر اون نیفتاده باشه. یعنی کجا ممکنه رفته باشه؟ باید برم پیداش کنم. راه برم، خسته شدم. خواهش میکنم بیاین پایین پیرمرد عزیز. خواهش میکنم بیاین پایین، من خسته شدم دیگه نمیتونم راه برم. تازه داره خوشم میاد پسرم، دلم میخواد کمی بیشتر بهم سواری بدی. نه من هیچ قولی بهتون ندادم، از روی شونم بیاین پایین. تو آدم مهربونی هستی، راستی نگفتی اسمت چیه؟ اسمم سندباده. یالا بیاین پایین دیگه، محض رضای خدا بیاین پایین راحتم کنین. پس عجله کن سندباد. چشم قربان، مثل اینکه خوشتون میاد شما رو روی دوشم هم کنم باشه. だけど一体どこまで行けばいいんですか？ねえおじいさん、なんとか言ってよ。若いのにだらしないやつじゃ。そんなこと言ったって自分は僕の肩に乗ってるだけだからいいけど、こっちはもうくたくただ。泉だ、人がいる。おーいすいません、起きてください。このおじいさんがどこの人かわかりませんか？じいさん？おかしいな。何あんなに驚いてんだろう。さあな、大方夢でも見とったんじゃろうて。水を飲む時ぐらい降りてやらんとな。おかしいな。目の錯覚かな。بازم باید اونو کول کنم. خدایا دیگه قدرتشو ندارم. چه خوب شد تو خوابیده، بهتره بزنم به چاک. هیچ دلم نمیخواد دوباره اونو کول بگیرم. خدافیز دیگه با پاهای خودت را برو. ای پسری دیوونه، خیال میکنه میتونه از دستم خلاص بشه. وجود داشته باشه. دیگه میتونیم بریم؟ بله. پس بریم. این دیگه چه پیر مردیه. سندباد جونم. شیلا برو گوز این تو این کوه زندگی میکنه. اون هیچ وقت دست از سرت ور نمیداره. پرنده بدجنس برو گم شو. いつまでごちゃごちゃ言っとっとひねり殺してやるぞもう。ای وای خداحافظ سندباد. اگه بخت باد یار بود تونستی فرار کنی تو رو دردر نمیدم. نه دلم نمیخواد این پیرمرد منو بکشی. کمک ولم کن بدجنس. شیلا بدجنس گفتم ولم کن، برم دارم غم نمیشم. حالا لازم نیست برای مردن عجله کنی بچه. خفه شدم. خفه شدم.
معلوم میشه دیگه نمیتونه حرکت کنه. عجب آدم تنبلی هستی. مثل اینکه از اینجا رفته دیگه پیداش نیست. شاید خیال کرده من مردم، دست از سرم برداشته و از اینجا رفته. حالا موقعش از دستش فرار کنم. بله دیگه هرگز نمیتونم، باید عجله کنم. کجا داری میری؟ من این بالام. هنوزم جون داری فرار کنی؟ خدایا رحم کن. نه نمیخوام فرار کنم، خیلی گرسنم بود، داشتم میگشتم چیزی پیدا کنم. گشته یه کار خیلی خوبی میکردی. من این سلام نمیخواد خودتو به این زودی بکشتم بدی. چرا نمیری برای هر دومون غذا تهیه کنی؟ یادت باشه پسرم، یه وقت به سرت نداره بخوای از چنگم فرار کنی. حالا حسابش میرسم. この近くにブドウがいっぱいなっていたらよし、これでいい。عجب کاره داره خوب پیش میره، هیچ چاره ای نیست. اون حق نداره منو اینقدر نگه داره تا بمیرم. ازت خوشم میاد. تو از اون یکی که منو آورد اینجا و مرد خیلی بهتر. هنوزم وقت لازم داره. چی؟ ببینم تو چیزی گفتی. نه 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 نه. دارم خفه میشم. چقدر سنگینه. مثل این که داری تموم میکنی. نه من تموم نمی کنم. من حالم کاملا خوبه. 僕にはこの命の水がありますから。命の چی؟ با خودت آب بردی؟ بله من از این آب میخورم. با این آب آدم قدرت پیدا میکنه. بدش به من. نه مال خودم آوردمش بدش. بارا که نه تا محکومی بمیری. این آب چه دردت میخوره؟ なかなかいい匂いじゃな。うわ、こりゃうまいわ。長生きするもんじゃな。この世にこんなうまいものがあったとは。これはなんじゃいな。ぶどう酒って言うんです。あ、ぶどう酒。さあ出発しましょう。よしよし。シンドバッドは一生懸命に走り続けました。こうやって走り続ければ早くブドウ酒の酔いが老人の体に回ると思ったのです。そんなところで寝ちゃ困りますよおじいさん。
おじいさん起きてください。おじいさんったらもういいかな。سب کجا میری؟ میتونی از دستم فرار کنی؟ تو نمیتونی فرار کنی، میبینی حالا. موفق شدم. نجات پیدا کردم. من زنده موندم. موفق شدم. نجات پیدا کردم. بعد جنس خیال کردی میتونی منو تنها بذاری؟ من میگیرم حساب تو میرسم. نه مادر دستم فرار کرد. بدین ترتیب سندباد از چنگ غول کوهستان‌ها که به پیرمرد غول پیکر معروف بود گریخت. دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net